رسیدیم به بخش Sound and Letters، اصوات و حروف. Listen to the student and her teacher talking. گوش کنید به دانش آموز و معلمش که در حال صحبت کردن هستند. A student، دانش آموز. Excuse me teacher، ببخشید آقا معلم یا خانم معلم. What چادر in English؟ چادر در انگلیسی چی میشه؟ چی هست چادر در انگلیسی؟ یعنی چادر انگلیسی چی میشه؟ teacher، معلم. چادر. A student and دستکش و دستکش. teacher، gloves. A student and how do you spell them؟ و چگونه شما آنها را اسپل میکنید، هیجی میکنید؟ میشه برام هیجی کنید؟ teacher، معلم. C H A D O R، این چادر. and و G L O V E S، gloves، دستکش. Now say the words for clothing items in English and spell them. حالا بگو کلماتی را برای موارد پوششی یا مواردی که مربوط به لباس هست در انگلیسی و اونها رو اسپل کن یا هیجی کن. یه فایل صوتی داره، با هم گوش کنیم و درس رو مرور کنیم. Sounds and letters. Listen to the student and her teacher talking. Excuse me, teacher. What's chador in English? Chador. And dastkesh? Gloves. And how do you spell them? CHADOR and GLOVES. Talk to your teacher. با معلمتون صحبت کنید. What جای خالی in English. به انگلیسی چی میشه؟ حالا یک کلمه ای رو میذارید، مثلا کفش، مثلا دستکش، چادر، روسری، مقنعه، و معلمتون بهتون میگه. مثل این دوتا دانش آموز عزیز با معلم بزرگوارشون. 30 C، عدد C. 30